سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، تمامی شنوندگانی که بنده را میبینید، چگونه که وعده داده بودیم باز انشاءالله همراه شما سوال و جواب خواهیم گذرانید و سوالایی که اینجا در چت یا گفتیم در خود یوتیوب نوشته می شود انشاءالله یک به یک پاسخ خواهم گفت و میبینیم که تا چه اندازه به سوال ها جواب دادن انشاءالله وقتمان میرسد و آن نگاه کرده به اذن الله در جواب هستیم. شروع میکنم از سوال اولی که پیشتر خواهر داده بودند. سوال یکم میگن ما در اروپا زندگی میکنیم، دولت به هر یک آدم حق جدا کرده است، لیکن ما حق فرستادن اقلاً 10% برای کمک به پدر و مادر نداریم. از این کمک دولت ما طبق شریعت به اجازه شوهر کمی کمک کنیم به پدر و مادر حق هست؟ برای ما هیچ یا وحشه حق نمیدهند. بروسی نوشتگی هستند و یعنی خواهر پرسیدنی هستند که اینجا چیزی که یعنی کمکی که دولت برای عائله ها میدهد، چه در روسیه باشد چه در اروپا باشد، آیا زن حق دارد از آن به پدر و مادر خود بفرستد؟ به پدر و مادر خود خواهرم، کمکی که مخصوص برای شما هست یعنی به نام شما هست و حق خودتان هست و اون شوهر یگان خیلی حق ندارد، چون که پول شخصی خودتان هست. انا کمکی که به فرزندانتان هست شما به اجازه شوهر از آن گرفته فرستاده نمیتوانید، اما کمکی که به نام خودتان شخصا به شما هست و پول شخصی خودتان هست، شما از آن میتوانید به کی خواهید صدقه کنید، به کی خواهید خیر کنید، خواهید همش رو فرستید، خواهید یک قسمش رو، برای اینکه به اون شوهر حق ندارد. از کجا حق ندارد؟ برای اینکه اون پول هدیه دولت به شما هست، اون پول شوهر دادن است و در ما حدیث در صحیح بخاری هست، حضرت عایشه با پول خودشان بریره رو آزاد میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز نمیگویند که با کدام اجازت این رو کرده. و این چنین حدیث دیگر است که زینب بنت خزاعه خطا نکنم غلامی خود را آزاد میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کاش به تقوی هایت هدیه میکردی. یعنی از این میبرد که حضرت عایشه نپرسیده پولشان را برای خیر صرف میکنند و پیامبر به این ضد نمیبرند. برعکس حضرت عایشه میگویند من غلامی را یا بریره را آزاد کردم و آنهایی که او را فروختند بعضی شرط و شروط ماندند. پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه میخوانند که شرط و شروط ها این گونه شرط و شروطی که شما مانده استادید عموما موافق شریعت نیست و جایز نیست. برای همین زنک پول شخصی خودش رو داشته باشد. این پول شخصی به معنای اینکه خودش شخصا به او هدیه کردن یا مال خودش هست، میتواند به اجازه شوهر علل خصوص به پدر و مادر که چه دختر باشد چه پسر باشد وقتی آنها محتاج هستند کمک کردن فرض است، یا محتاج نباشند هم نیک کردن به آنها بر والدین فرض است، میتواند به اجازه پدر و مادر به آنها بفرستد. در اینجا شوهر حق ندارد بگوید چرا فرستاده یا اینکه نفرست، چون که پول او رو نفرستاد، پول شوهر رو نگرفت یا پول فرزندان شوهر رو نگرفت. سوال دیگر، یک خواهر مسلمان شما از شهر روسیه می باشم، از شما خواهش می نمایم در حق پسرم دعا کنید که بیمار است، پروردگار و تمام بیماران شفا دهد و به پسر این خواهر مهاجر و به تمام مهاجران تاجیک ما پروردگار عافیت دهد. سوال دیگر، در این ماه که ماه محرم آیا روزه گیریم؟ ماه محرم کی ها تمام شد، ما در ماه مولود هستیم. ماه مولود میگیم امروز یکم ربیع الاول است. ماه محرم یک ماه کامل است که دیگر تمام شد. ما در ربیع الاول هستیم که ماه مولود میگویند، اما خیلی که در این باره من پیشتر هم صحبت کرده بودم، ماه مولود یگان روزه مخصوص ندارد، یگان عبادت مخصوص ندارد. در این ماه مثل دیگر ماه ها پنجشنبه و دوشنبه یا روزهای 13 و 14 و 15 روزه گرفتید سنت است، اما مخصوص یگان روزه ندارد. سوال دیگر، آیا در اسلام سحر و جادو هست؟ من 21 ساله هستم، 2 سال می شود فرزنددار نشده ایستاده‌ام. من و شوهرم از نگاه طبی سالم هستیم، ولی 1 سال می شود بسیار سرم و رحم درد می کند. نماز خوانم ولی مادر شوهرم سحر خوراندگی می گویند. تا کجا این راست است؟
و من چیکار کنم؟ مصلحت دید. خویشاوندان شوهرم به سحر و جادو باوری دارند و نزد زنهای جادوگر می روند. برای زیان آنها نرسیدن من چیکار کنم؟ پیش از همه در اسلام سحر و جادو هست. در ما آیت در سوره بقره هست. پروردگار درباره سحر و جادو صحبت می کند. مثلا و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. آیت آمدگی هست و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم سحر شده بودند، بیمار شده بودند. دربارهشان حدیث در صحیح بخاری آمدگی است که سوره ناس و فلق بدن می آید و پیامبر درست می شوند. سحر وجود دارد و تاثیر هم می رساند، اما برای آنکه تاثیر نرساند شما چیکار میکنید؟ در ما حدیث پیامبر است کسی که سوره بقره میخواند، آل عمران میخواند، یگان سحر و جادو به او تاثیر نمیکند. کسی که آیت الکرسی را صبح میخواند تا شب چیزی به او ضرر نمی کند. اگر بهگاهی گفت تا سحر چیزی به او زیان نمی کند. برای همین شما در طهارت باشید، یعنی همیشه با طهارت گردید. ذکر صبح و شام علل خصوص خواندن آیت الکرسی سوره ناس فلق را فراموش نکنید و به الله توکل کنید. یقین بدانید که پروردگار اگر شما را محافظت کند کسی نمیتواند به شما ضرر برساند. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، میگوید الله. اگر الله اذن ندهد به یگان کس جادوگرها ضرر رسانیدن نمیتوانند. اما درباره بی‌فرزندی 2 سال که خیلی کم است. یعنی انسان‌هایی هستند که 10 سال و 5 سال و 7 سال انتظار میشوند. بعضا شاید یک امتحان الله هست، شاید الله میخواد که زیادتر دعا کنید. فرزند دیرتر میآید. همه چیز رو به سحر و جادو ربط کرده نمیشود. همه چیز رو این سحر و جادو است گفته نمیشود. اما آدم های نمازخوان علل خصوص چه خیلی گفتم، آنهایی که سوره بقره میخوانند یقین دارند که تماما سحر به آنها ضرر نمیکند، چون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. سوال دیگر، آیا با یک طهارت چند نماز خواندن درست هست و آیا ویدیلین طهارت را میشکند؟ اگر ویدیلین از بدن خارج شود در این وقت طهارت نو لازم می شود؟ درباره ویدیلینی از جواب دادن نمیدونم، صدون جوابمون هست خواهران عزیز. در کانال هم هست، در تلگرام هم هست. با یک طهارت چند نماز خواندن درست است؟ در هیچ جا آمده است که شما میتوان، یعنی با یک طهارت چند نماز نخوانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم این گونه نماز خواندگی هستند. فقط طهارت بالای طهارت نورون علی نور می شود، یعنی زیادتر ثواب میگیرید و خیلی میدونیم تازگی هست. اما درباره ویدیلینی در نزد جمهور علما به جز مذهب امام مالک هر چیزی که از بدن خارج می شود طهارت را میشکند. این چنین ویدیلینی. یگانه امام مالک و بعضی از علمای معاصر میگویند ویدیلینی آبی هست که نجاست نیست و طهارت را نمیشکند. شرایط خوب طهارت کردن داشته باشید، از اختلاف دور شوید. برای هر یک نماز طهارت کنید. اگر ویدیلینی باشد بهتر است. و وقتی که برای پیشین مثلا طهارت کردید دیگر تا از چقدر ویدیلینی آمد اهمیت نمیدهید. السلام اپا، من دیدان میفرورم. وقتی که دیدان میفرورم 7 بار سوره فاتحه رو میخوانم و من میگوین این کار رو، یعنی دیدان فروری رو نکن، اسلام جایز نیست. آیا این درست است؟ یعنی شما آیا قرآن خوانده میتوانید با زبان عربی درست، یعنی درست قرآن خوانده میتوانید؟ اگر درست قرآن خوانده توانید به یگان بیمار 7 بار فاتحه خوانده صرف کنید باکی نیست. اما این نباید کسب شما باشد، چون یک قرآن خوانده صرف کردن رو کسب کردن عموما در ما وجود ندارد. یعنی این نمود کسب نیست. کسی رو میخواید دعا خوانید عادی دعا خوانید، کسب دیدان فروری دارم و به این پول میگیرم، کار درست نیستین. اما برای یعنی قرآن خوانده یا دعا خوانده صرف کردن، پیش از این من در صحبتم گفته بودم حتما باید انسانی که دعا میخواند او باید اهل قرآن باشد، یعنی درست قرآن خوانده تواند. شرط نیست حافظ قرآن باشد، درست قرآن را تلفظ کرده خوانده تواند و یقین دانیم که شفا دهنده الله هست و این آیت ها سبب هستند. سوال دیگر، آیا سپیرت حلال است یا نه؟ سپیرت در نزد جمهور علما نجس هست، برای اینکه الله در قرآن اینه رجس میگویند، آن پلیدی هست. برای همین در نزد جمهور یعنی اکثریت علما نجس هست، چون مست کننده هست و بدن رسید اول شسته بدن نماز میخواند. بعضی علما هستند که میگویند سپیرت خوردنش حرام است و خودش به بدن رسد به نماز نمیشود، مانند گیروئین یا مانند
مواد مخدر. اما جمهور علما میگویند این چیز را ببخشید در قرآن پروردگار رجس گفت، یعنی پلیدی گفت، این چیز نجس هست. سوال دیگر، وقتی مرد اگر حق زن را پایمال کند آیا او گناهکار است؟ من گاه وقتها خسته می شوم از گپ‌هایش. گپ‌های نیش دارد، گپ میزند، من هم خانگی های مرا هم هرچی میگوید جمع میشویم. خیلی سوالشون زیاد خطا که دارد، به زور میخوانم. قهر میکند با من، گپ نمیزند. آیا من گناهکار میشوم در این حالت؟ جنگ و جنجال بین زن و شوهر شد، اینجا کی گناهکار کی گناهکار نه؟ حتما باید بدانیم که کی چی گفت. یعنی خود از خودم من شما گناهکارید یا شوهرتون گناهکار گفته نمیتوانم، برای آنکه در وقت قضاوت کردن که کی خطاکار و کی خطاکار نه، حتما از دو طرف باید شنیده شود، از شاکی و از متهم. اما در عموم در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگ میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بار حضرت حفصه رو حتی یک طلاق داده بودند. صدای جنگ و جنجال حضرت عایشه رو حضرت ابوبکر شنیده به خانه در آمده بودند. حدیث ها همش ثابت است، یعنی در زندگی خواه و ناخواه جنگ و جنجال می شود. سوال دیگر، ما در مهاجرت هستیم، خانه نداریم، با ایپوتک خانه گیریم جایز است یا نه؟ انتظارم جواب را. ایپوتک رو پیشتر هم من گفته بودم خواهران عزیز، هموطنان، ایپوتک قرض ربوی هست. یعنی بانک برای شما قرض پرسنتی میدهد که خانه گیرید و شما یکی دیر کردید، شما باز پرسنتی میدادگیتون زیاد میشود و حدود 20 سال شما قرضدار میمانید و بعضی ها میگن نه ما پول اجاره رو میدیم. اینجا یعنی صحبت در باره پرسنت دادن میرود. الله میگه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. در سوره بقره الله میگه اگر بس نکردید ربا خوری و ربا دادن رو به جنگ الله و پیامبر برخیزید. در آیت دیگر در عین همون صحیفه است الله میگه یمحق الله الربا و یربی الصدقات. الله نابود میکند، یعنی بی برکت است هر خانه که هر چیزی که با پول ربوی گرفته شد، ولیکن خیرها و زکات دهنده رو الله برکت میدهد. یعنی ایپوتک عیناً همون است که شما با قرض ربوی خانه میگیرید، پولش رو کم کم نیو، اگر دیر کردید پرسنت دادن میگیرید. مثلا عادی خانه گرفتید و پولش کم کم دادید به 1% چیزی دیگر. اما شما با بانک مدتی درازی از پول خانه زیادتر که بانک در آنجا میانه رو هست میدهید که این 100% حرام است و کسی که حلال میگوید یگان دلیل ندارد. و اینجا یک خواهر دیگر گفته بودن که من 10 سال در اجاره میشینم. خواهران من تقریبا قریب 20 سال در اجاره هستم، شاید در اجاره نشستن هیچ باکی ندارد. دنیا همش برای مسلمان ها دار اجاره هست، همگی میرویم، اما با پرسنت یعنی با ایپوتک خانه که میگیرید و برکت ندارد. شما مدت 20 سال و 30 سال قرضدار هستید و آن هم قرض عادی نه، قرضی که با ربا هست. سوال دیگر، من سالها به شوهر استادم تا به من خانه خرید. راستی گپ سوال همه خواهرها من نفهمیدم برای اینکه پیشتر خوانده بودم. سوال دیگر، پدر در کودکی فرزنداش پرتافت، نگاه و بین نکرد، تماما آنها کلان شدند. حاضر پدر میخواهد فرزندا رو بیند اما مادر اجازه نمیدهد. فرزند پدر رو خبر گیرد چه حکم دارد؟ مادر حق ندارد. مادر حق ندارد که پدر رو از فرزند جدا کند. پدر فرزند خود را ندید، نگاه و بین نکرد، کلان نکرد، و این پدر گناهکار است. و گناه خود او در نزد پروردگار جواب میدهد. اما فرزند هر کی او باشد، هم حتی پدر و مادر مشرک باشد، هم الله میگوید و صاحبهما فی الدنیا معروف، با آنها در دنیا مناسبت خوب داشته باش. برای همین اینجا اگرچه پدر تماما نگاه و بین نکرده باشد، هم مادر حق ندارد که بگوید با او رفت و آمد نمیکنی، و فرزندها حق ندارند که بگویند ما عموما او را پدر قبول نمیکنیم. فرزندها در این وقت نباید مادر رو اطاعت کنند، نباید حتی راضی نیستم گوید، هم باید پدری خود را ببینند. به خاطر این نه که پدر خوب است یا نه، به خاطر اون که پروردگار امر کرده است. پروردگار امر کرده است و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. ما امر میکنیم که انسان ها به پدر و مادر خود نیکی کنند. میگوید الو کی باشد، هم مادر هم عیناً همین خیل عکسش رو گرفت. مادر کودک رو تولد کرد و پرتافت و رفت، او مادر حساب میشود. اگر چی شیر نداد، نگاه نکرد، باز او مادر است. باز اگر
فرزندها به او نگاه و بین نکنند، با او رفت و آمد نکنند، گناهکار می شوند. پدر هم عیناً همین و به این مادر هیچ حق ندارد. نباید مادر به قطع صله رحم سبب شود، چون گناه کبیره است و فرزندها هم به خاطر الله ببینند پدر خود را. سوال دیگر، من میخواهم گاه شبها نماز تهجد خوانم، اما شوهرم نیست، ما نه خانه هستیم که نصف شب خسته طهارت کنم، از گپ همسایه ها میترسم که شوهر نیست چیکار کند، نصف شب چه خیل کنم. عجیب است، خیلی طهارت کردن شما را همه همسایه ها میفهمند. یعنی سوال دیگر، معلمه جان، ما در روسیه زندگی داریم و شرایط خرید خانه نداریم. درباره ایپوتک در بالا جواب دادم. ما یک چند زنها مصلحت کردیم که یک شب مولود خوانیم تا سحر، بعد نیتی روزه کنیم. ممکن است یا نه؟ خواهرم درباره مولود، آیا پیامبر مولود را جشن گرفتند یا نه، یا صحابگان یا تابعین یا یگان صاحب مذهب از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع کرده تا امام مالک و شافعی و احمد نشستن در مولود ثواب است گفتن یا نه؟ دربارش من سال گذشته گفته بودم که این چیز بدعت محض است، یعنی چیزی هست که صحابه ها نکردن، تابعین نکردن و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد. کاری کردید که ما نکردیم به مقصد ثواب کردید و مردود است و قبول نیست، برعکس شما گناهکار میشوید. شما گفتید می نشینیم قرآن میخوانیم، قرآن یک دیگری هم صحیح میکنیم، یا یک شب می نشینیم به خاطر اون که مثلا درباره تاریخ پیامبر خونیم، مثلا مولود شعر نخونیم و درباره زندگی پیامبر خونیم. این همین ماه نکی خواهید هم گفتید امشب رو ما حلقه درسی میکنیم، ثواب میگیرید. خانه که در آنجا بنده های مومن نشسته قرآن میخوانند، فرشته ها اطراف آن را احاطه میکنند. در این باره حدیث آمدگی است، اما مخصوص در ماه مولود ما مولود میخوانیم و مولود خانه میکنیم گفتن و در اسلام نیست. خیلی که گفتم این رو پس از 350 سال در بعضی قولها حتی 600 سال پیامبر پیدا کرده بودن. کی خواستید نشینید و درباره زندگی پیامبر خوانید، کی خواستید نشینید و تفسیر خوانید، یعنی خواهرها با هم. اما مخصوص در همین ماه نشستن و باز کتاب مولود گفته دوست شعر خواندن، مرحبا مرحبا گفتن، از آن باور کنید نه خودتون فایده میگیرید نه ثواب دارد. سوال دیگر، من وقتی حیض می شوم 10 روز از سبب سپرال داشتن، بعد ساز شدن باز 2 روز دیگر کمتر می شوم. اگر بعد از ساز شدن چند روز می گذرد این رو باید دانیم. یعنی از بین یگان هفته گذشت، خیر این استحاضه است. اگر بعد از 1 روزش باشد باید به این پیوست کنید و کمی دیگر انتظار شوید، چون در نزد جمهور علما زنک تا 15 روز هم حیض می شود. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه 10 روزه رسا هست، اما در ما حدیث پیامبر است که میگویند شمایان یعنی زنها 15 روز یا نیم ماه را حیض می بینید و نماز و روزه را ترک می کنید. سوال دیگر، اپا جان به موی زجیم کرده روی مال بستن ممکن است یا نه؟ زجیم اگر در پشت سرتان باشد در پایان دو که ندارد، در هوای گرم موی ها گرم می کند. حدیثی که پیامبر زنهای بالای سرشان را کلان میکرده گویا که یک کلای دیگر بالای سرت هست، لعنت کردن یا گفتن حتی بوی جنت را نمیبینند. حدیث در صحیح مسلم است و به اینجا موی را جمع میکنند و زنها روی مال میپیچونند. یعنی در زمان پیامبر برای موی زیاد نشان دادن کمی موی خود را بالا میکردند و روی مال دیگر میپیچاندند. گمان میکردند که یک زن روی مال کلان دارد. همین گونه یک نمود روی مال پوشی در ما هم هست، با اینجا کلان یک چیزی میپوشن که یک کلای دیگر مینماید. آن جایز نیست. عادی در پایان اگر زجیم کردید شما مقصدتون پشت کلاتون رو کلان کردن نه، فقط موی ها رو جمع کردن است، انشاءالله باقی ندارد. سوال دیگر، معلمه درباره 3 طلاق میگفتید روایت دارد یا نه؟ درباره 3 طلاق پیشتر گفته بودیم در نزد جمهور علما یگان روایت ندارد و مردی که یک بار 3 طلاق میگوید او در گناه کبیره روبرو شده است. برای اینکه الله چی میگوید الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان. طلاق شرعی، طلاق اسلامی این است که شما جدا جدا 2 بار طلاق دهید. جدا جدا 1 بار طلاق دادی، بعد از این عموما اگر زندگی کردن نمیخواهی پس از 3 ماه وای زنت خودش میتواند، یعنی پس از عده شوهر کند، تماما بین شما هیچ چیز نیست. یا
بعد از وقت اگر یکی برگردانیدی دوم بار هم حق داری. سیوم بار برگردانیدی و طلاق دادی، سیوم طلاق دیگر هرگز راهی یک جوشوی نیست مگر اینکه به تقدیر الله آن زن شوهر کند. اما یک و یک بار سه طلاق گفتن هم طلاق بدعتی هست، هم مرد گناهکار می شود، برای آنکه در شریعت نمود طلاق دادن جدا جدا سه بار باید باشد. یا یک بار دیگه و تماما با همین نزدیکی نکن، هر دو پس از عده زن یعنی زن می تواند شوهر دیگر کند. اما یک و یک بار سه طلاق گفت، یک و یک باره. با این خیلی کمی از علما اجازه می‌دهند که یک و یک باره گفته باشد و خیلی پشیمان باشد یک طلاق می‌افتد. سوال دیگر، سر لوچ در سر دسترخوان ممکن است سر لوچ بودن در دسترخوان باکی ندارد. در نماز روی ما پوشیدنتان حتمی است و در نزد نامحرم، در نزد پدر و برادر و محرم های خود اگر روی ما پوشیدید، ببخشید روی ما نپوشید هم باکی ندارد. روی ما پوشی برای نماز است و برای در نزد نامحرم بودن. صبرینه نامی کتابی است، از کلمه صبر است، یعنی مقصدتون معنایش اسلامی است گفتنی باشد، از کلمه صبر است، دارید میدانیم نامی معنایش هم خوشرو هست و در گفت خودمون اسلامی هم هست. اما یگان دختران پیامبر صحابه زنها صبرینه بودن در یاد ندارم، لیکن معنایش خوب است. میدونیم موسیقی حرام است. در اسلام ما می توانیم یک روز پیش که خویش و تبار توی دعوت میکنند رفته نشینیم، باکی ندارد یک روز پیش رفته نشستید. آنها خویش و تبار هستند، صله رحم است. مادامی که در موسیقی اشتراک نمیکنید یک روز پیش یا بعد از رقص و بازیشان رفتید، انشاءالله باکی ندارد. السلام، من وقتی حامله داریم جدا شدم، کودکم 8 ماهه است، شوهرم بار سراغ نمی کند، حالا دیدن میخواهد، نشان ندهم گناهگار میشوم؟ در بالا گفتم که گناهگار میشوید، گناه کبیره است. پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کرده اند هر کسی که، یا حتی میگویند لعن الله من فرق بین والدة و ولدها، الله لعنت کند هر کسی که فرزند را از مادر جدا میکند. با همین معنا فرزند را از پدر جدا میکند، گوییم هم باکی ندارد. نگاه نکرده باشد او گناهکار است، اما شما خود را به گناه داخل نکنید، فرزند را از پدرش جدا نکنید. حاضر، آیا راست است که وقتی آدمی زاد می میرد ارواحش به خانه می آید؟ یگان اساس ندارد، یگان دلیل وجود ندارد که ارواح به خانه می آید. و عموما در باره عالم برزخ انشالله خیلی امید دارم در این باره هم یک صحبتی داشته باشه مفصل. در باره عالم برزخ به ما عزیزان خبر خیلی کم است. یعنی کسی که میمیرد از اهل جنت باشد، الکی در قبر بوی بهشت به مشامش میرسد و او پروردگار زودتر قیامت شود و من به عزیزانم پیوست شوم میگوید. کسی که اهل دوزخ است قبر برایش تنگی میکند، هست حدیث ها. اما ارواح ها می آیند به خانه و ارواح ها یک دیگر دیده گپ میزنند و در این باره ها یگان دلیل نیست. و همین که ارواح به خانه می آید گویان بعضی ها به شرک دچار شدند، این را هم باید گوییم. انا شاه برگ آمد یا گفتیم پروانه آمد، این ارواحی فلانی است، گفته به نزد اون نشسته گپ زده و صحبت کرده و دعا خوانده، در حالی که یگان دلیلی ندارد و این گپ دروغ است. پجان سوال، آیا مرد گل گرفته برای دام همسرش برد گناه است؟ یعنی عادی برای تبریک همسر باشد باکی نیست، اما به روزها خود را مانند کرده همسایه روزم گل برد من هم میبرم گوید، این تشبیه به کفار می شود. اما عادی همچون هدیه برده داده یگان باکی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن بهترین هدیه ریحان است، بویش هم خوش است و برداشت کردنش هم سبک است، یعنی هم چیزی سبک است هم بوی خوش دارد. و ریحان گل را مانند کرده می توانیم، یعنی فقط برای خرسند کردن زن باشد دیگر چیز. اما وای که امروز چند نفرها گل دسته رو گرفته به نزد رادام رفتیم، گویان 1001 کینو کرده بعد به یوتیوب میبرند، یعنی به جز ریاکاری و خودنمایی چیز دیگری نیست. بهترش از این گونه حتی شرمندگی گویم هم می شود، شرمندگی ها دور باشیم. سوال دیگر، شاگرد در وقت حیض بودن می تواند با طریق تلفن درس گیرد از کتاب قاعده بغدادی. قاعده بغدادی قرآن نیست، کلمه ها هست که ما کلمه ها را پیوست می کنیم. در این وقت یگان باکی ندارد، به دست گیرد هم باکی ندارد، چون کتاب قرآن نیست.
اما قرآن بخواند، قرآن خوانده تواند و الکه قرآن حفظ سپارد یا که بخواند، در این وقت به قرآن دست نزده میخواند. آن هم به خاطر اون که چه خیلی گفتم در نزد جمهور علما زن حایضه نباید قرآن خواند مگر برای معلمه و طلبه ها که درسشان دیر نشود. بعضی علما آن هم اجازه میدهند. السلام علیکم اپا جان، نماز استخاره چه خیلی خوانیم؟ حدیث جابر ابن عبدالله بود خطا نکنم درباره نماز استخاره که در صحیح بخاری هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی شما دوچار امر شدید، یعنی به معنای دو دله ماندید چی کار کنم نکنم، در این وقت 2 رکعت نماز خوانید، طهارت کنید و 2 رکعت نماز خوانید، استخاره نیت میکنید. بعد از سلام دادن کدام سوره رو خواهید میخوانید و کدام وقت خواهید میخوانید. فقط وقت‌هایی که نماز نافله خواندن مکروه است، بعد از بامداد تا آفتاب برآمدن و پیش و پیشین و تقریبا 10-15 دقیقه برای احتیاط و بعد از عصر تا شام، همین وقت‌های مکروه نماز نخوانید، چون حدیث حضرت عبدالله ابن عباس است که پیامبر این وقت‌ها را وقت‌های یعنی من کردگی هستن نمازهای نافله خواندن رو. همین وقت‌ها نمیخوانید، دیگر بعد کی خواستید میخوانید و یگانه نماز استخاره دعای مخصوص دارد که بعد از سلام دادن میخوانید. اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسالک من فضلک العظیم، یعنی دعای در دور و دراز است. آن رو میخوانید و به پروردگار دیگر تضرع میکنید که در بین دو راه ماندم به من راه نشان ده. ان شاء الله بعد از نماز بعضی میگه خواب میبینی چیزی دیگر خواب نمیبینی، قلبت به یک طرف مایل میشود یا اینکه پروردگار سببهایش رو آسان میکند، یعنی یک همون کار برایتان خیر باشد نصیب میکند، بد باشد دور میکند. یک بار خواندید نشد گشته و برگشته خوانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه امر استخاره خواندن رو دوست می‌داشتند. ما خواب من استخار میگویند ولی ندیم من استشار. هر کسی که نماز استخاره خوان هرگز او غلط نمی کند و هر کسی که مشورت پرسید هرگز او پشیمان نمی شود. سوال دیگر: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زن و شوهر می توانند از خانه کودکان به رضایت پدر و مادر کودک گیرند؟ زن و شوهر کودک میگیرند، پدر و مادر که نه. پدر و مادر حق ندارند بگویند فرزند نگیر یا بگیر، یعنی به زندگی شخصی فرزند پدر و مادر حق دخالت کردن ندارند مادامی که به آنها ضررش نمیرسد. و تا جای ما میدانیم فرزند گرفتن ضررش به پدر و مادر نمیرسد، آنها زندگیشان جدا، زن و شوهر جدا. اما مشکلی در آن است که وقتی که کودک میگیرید از یتیم خانه، برای محرم شدن آن کودک باید خودتان شیر دهید. اگر دخترچه باشد خودتان شیر دهید یا اینکه خواهر شوهر یا اینکه ینگه های شوهر شیر دهد که به شوهر محرم شود. اگر پسرچه باشد خودتان یا شیر میدهید یا اینکه خواهرتان یا زنی برادرتان. مسئله محرمیت باقی میماند. برای همین کودک گرفته کلان کردن باقی نیست. باز مقصد اگر یک یتیمی را دستگیری کردن باشد ثواب دارد. فقط مشکلی در آن است که اینجا محرمیت میماند، یعنی برای محرم شدن حتما باید او کودک رضاعی شود، یعنی شیر بخورد. سوال دیگر: خواهر جان دوگانیک تولد کردگی میگویم نامش انس و انیسه مانیم، اما بعضی آدم ها میگویند اینا نامشان به خودشان آمدگی فاطمه و طاهر نام گذاره. در این باره یک روشنی من انداختید. این فقط در تاجیکستان است. فاطمه و حسین، فاطمه و طاهر، حسن و زهرا در یگان جای دنیا وجود ندارد. یعنی گویا که فاطمه و حسن من میگویند بعضی حسین، در حالی که فاطمه نام مادر، حسین نام فرزند بود. آره، طاهر فرزند پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داشت، در کودکی وفات کرده بود. شما چی نام خواهید میمانید؟ مخصوص نام فاطمه زهرا، حسن و حسین یا دیگر نام ماندن یگان دلیل ندارد. این یک عرف تاجیکی خودمان هست که به شریعت رابطه ندارد. کدام نام خواستید آن را بمانید. سوال دیگر: من میخوام که بسیار صدقه کنم ولی در هیچ کجا کار نمی کنم. پول فرزندم را گرفته صدقه کنم میشود؟ چیکار کنم؟ پول فرزند آن پول فرزند است. برای چه از پول فرزند صدقه میکنید؟ به اجازهش ممکن نیست. اگر کلان باشد اجازه پرسید، اگر خردکک باشد به خاطر اینکه صدقه بلاها رو دور میکند، بیماری ها رو دور میکند، یک کم گرفته صدقه کنید، فایدهش به کودکم میرسد، اما زیاد حق نداره، چون که اون پول شخصی خودتان نیست. اون پول امانتی فرزند هست و اساسا به پول فرزند پدر سرداری میکند، از آن پدر نیست. یعنی در
ولایت پدر می شود. وقتی فرزند کلان شد بعدا پدر پولهایش رو به دستش می دهد. سوال دیگر میخواستم و خواهری که گفتن در هیچ کجا کار نمیکنم، فراموش کردم بگویم که در زمان پیامبر هم کمبغل ها به پیامبر شکایت میکنند که این بای ها صدقه میکنند و ثواب زیاد میگیرند، ما چیکار کنیم، ما پول نداریم. پیامبر میگویند سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر گویید، اجری آنها کتی برآورد می شود. برای همین اگر پول برای صدقه کردن ندارید می توانید زیاد سبحان الله گویید، الحمدلله گویید، الله اکبر گویید. هر یک این کلمه هم صدقه هست، هر یک این هم ثواب دارد. میخواستم فهمم که قرض روزه رمضان را در روزهای دوشنبه پنجشنبه بگیرم از سرم ساقط می شود؟ در وقتی حیض بوده نگرفته بودم. البته از سرتون ساقط می شود، فقط حتمی است که یک روز پیش نیت کنید. یعنی از امروز مثلا فردا دوشنبه هست، شما میگید من فردا روزه قرضی میگیرم، یعنی باید نیتتون یک روز پیش باشد حتما. در همه قرض ها رو من پنجشنبه دوشنبه گرفته میدیم، گفتید هم بوکه ندارد. سوال دیگر درباره اسپند دود می گفتید، درست است یا نه؟ اسپند گیاهی هست که بعضی ها به خاطر کشتن میکروب ها استفاده میکنند، بوکه ندارد. مثلا در حدیث قسط هندی هست یا عود هندی یا عود بحری میگویند، یک نمود گیاهی که از هندوستان می آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در آن 7 شفا هست، حدیث در بخاری هست. آن رو اساساً دود میکنید و بویش یا دودش خیلی فایده آور است، یا اینکه معده میکنید و دیگر با عسل آمیخته کرده میخورید، کسلی های زیاد از آن شفا مییابند باذن الله. یعنی در ما اسپند باشه، اگر در آنجا در عرب ها یا در حدیث چه آمدگی است، عود هندی آمدگی است. اما اسپند رو به خاطر چشم نرسیدن بعضی ها میگیرن، آره میگن حسد رو دور میکند، چشم رو دور میکند، به خانه ها بسته میمونن. یعنی این شرک است، این شرک است، یعنی شرکی اصغر است. اگر الله دور میکند و این سبب گفتن یا کاملا این بلاگردان گفتن، پناه به الله، این شرک است. برای همین اینجا اسپند دود کردن به نیت وابستگی دارد، به مقصدی اون که بوی خوش هم دارد، بویش هم خوب است، بوی خوشش، یا اینکه به خاطر اینکه همچون شفا برای نابود کردن گیاه ببخشید میکروب ها باشد، بوکی نیست. اما برای دور کردن چشم علل خصوص در معرکه و در توی ها دیگر میدونیم چه خیلی گفتم این تماما جایز نیست که شرک می شود. سوال دیگر، همین سجده تلاوت قرآن رو میفهموندید چند سجده دارد در کدام سوره ها؟ تمام 14 سوره ها در یاد من الان نیست، اما در هر کجایی که در 14 جای قرآن کریم آیتی سجده هست، در آنجا یک نشانه استرلکه هست با روسا، یعنی چی میگویم مانندی تیر هست، استرلکه میگویم زیادی، و اون میبینید و وقتی که مثلا در سوره اقرا الان کشاده اگر به قرآن نگاه کنید، در آخر سوره اقرا هم همون سجده را ماندگی هستند، لا تطیعوا واسجد واقترب. در همین آیت فقط یک بار سجده میکنید، یک بار سجده میکنید و بهترش با ستر و با حجاب با طهارتتون باشید. یک بار سجده میکنید، یگان دعای مخصوص هم ندارد، سلام هم ندارد و در 14 جای قرآن آمدگی هست. سوال دیگر، نماز رو مادرم نشسته میخوانند، ممکن است؟ اگر مادرتون بیمار باشند جایز است، اگر مادرتون بیمار باشند جایز است. عمران ابن حسین رضی الله عنه وقتی به پیامبر بیمار بودند و شکایت میکنند، میگن فقط راست ایستاده خوان یا ششته خوان یا حتی یک پهلوی خواب رفته خوان. آدم بیمار فاتقوا الله ما استطعتم، به قدر توانش نماز میخواند، اما بیمار نیستی و نشسته میخوانی، 100% اینجا نمازت ویران است، چون راست ایستادن از شرط های نماز است. زنی خود رو آرایش کردن ممکن است؟ یعنی بعضی زنها هست که خیلی دوست می‌دارند خود رو آرایش دهند، آیا هیچ باکی ندارد آرایش در درون خانه برای شوهر باشد؟ حتی ثواب دارد، اما آرایش برای کوچه باشد گناه کبیره است. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن و آباء بعولتهن. زیب و زینت ها را زنها الله میگوید و جز شوهر و محرم های خود به دیگران نشان ندهد. زیب و زینت زن در خانه مخصوص شوهرش هست یا بعضی زینت های عادی در نزد محرم ها هم جایز است، اما به کوچه گناه کبیره است زیب و زینت کرده برآمدن. من شکر. سوال دیگر، من شکر زنی نمازخوان قرآن خوانم
و حاضر حامله ام. سبب در چی باشد که خوابهای بد میبینم مثلا، یا یعنی عموما خوابهای بد میبینم. خوابهای بد دیدن رو همیشه تعبیر بد کرده نمیشود. چه خیلی که پیشتر هم گفته بودم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن، حدیث در مسلم است، در بخاری هم هست همین معناست، وقتی که خواب بد میبینید به کسی نگویید، به کسی نگویید، از جایتون برخیزید، به طرف چپتون 3 بار ثوب کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته، یعنی به الله پناه میبرم از بدی این خواب گفته، و بهترش 2 رکعت نماز خونید، دیگر پروا نکنید، به کسی هم نگویید، تعبیر هم نکنید. و در وقتی حاملگی میدونیم زنک ضعیف می شود. انسان که بی‌قوت شد دیگر خوابهایش هم پریشان می شود. نباید به این خوابها عموما اهمیت دهید. من دیر نماز خوان شدم، چه خیلی قضاها رو خوانم، چی گویم خوانم؟ التماس به سوال من جواب دهید. شما فرض بودنی نماز رو می دانستید و اما نماز نخواندید، در اینجا به گردنتان قرض است که تمامی نمازها رو خوانید، تمامی نمازهای قضا رو خوانید، چون می دانستید فرض بودنش رو و نخواندید و فقط قضا نیت میکنید. در تمامی وقت در نزد 4 مذهب، حتی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در قول راجح در مختصر قدوری هم آوردگی هستن این را، شما می توانید کی خواستید قضا رو خوانید، در همه وقت قضا رو خوانده می توانید، فقط 4 رکعت فرضش رو می خوانید. ویتر و سنت های چند سال پیشتر رو خواندن حتمی نیست. اما گفتید که من در یک عائله بزرگ شدم که اصلا نماز چی هست نمیدونستم، نماز فرض بودنش نمیدونستم. عموما در یک یعنی جهالت بزرگ شدم. در این وقت از روی جهل و نادانی که هیچ خبر نداشتید انشاءالله قضاها فرض نیست، اما نه من خب میدونستم فرض بودنش را و باز نخوندم. در اینجا همش رو میخونید و تقسیم کنید، یعنی چند سال نخونده باشید تقسیم کرده کم کم خونید، به قدر توانتان، به قدر توانتان خوانید و آن ثوابش را میگیرید. سوال دیگر، از روی نادانی در رمضان قطع شوهرم روزانه هم خوابگی کردیم، چیکار کنیم؟ کفاره باید بدهید. کفارش در صحیح بخاری آمدگی است، یا 2 ماه پی در پی هر 2 روزه میگیرید، 2 ماه پی در پی هر 2 روزه میگیرید، یا اینکه به 60 قمبغل خوراک خریده میدهید، یا خام یا پختگیش. برای اینکه مسئله فرضی هست، یعنی من نمیدونستم گفتید تا جای، اما کفاره دادید خلاص میشوید، دیگر چی گویم تماما از شبهه ها دور میشوید. اگر همیشه با مستحب باشید میشود وقتی نماز طهارت دست روی کنید. آره، دست مستحب رو انسان به خاطر نجاست رو از بدنش شستن میکند. مادامی که در بدنتون نجاست نیست یا به حاجت خانه نرفتید، فقط طهارت دست روی میکنید. سوال دیگر، در صدیق روسیه به کودکان از گوشت خوک طعام میدهند. کودکان ما صدیق می روند، چیکار کنیم ما در این حالت؟ با معلمه هاشون گپ زنان کردیم، گفت ما حق نداریم خوراک رو از پیش کودکان بگیریم. کودک رو به صدیق ندهید. کودک به صدیق رفتنش مثل مکتب در روسیه حتمی نیست. کودک رو به صدیق ندهید. یگان خواهر مسلمان گوید اگر خودتان کار میکنید به کودکتان نگاه بینی کند، یگان خویش تبارتون پیدا کنید. یا من میدونم زیادی خواهرای تاجیک در روسیه کار نمیکنند و باز هم میخوان کودک رو خودتان تربیت کنید. بهترین یعنی وقتی تربیه کودک است، زیادتر شما رو شناسد، زیادتر خود رو شناسد. ندهید. بس من اگر گوشت خوک ندهم، خودم شخصا اگر گوشت خوک ندهند هم به دست روس‌ها کودکم رو نمیدادم. برای 6 ساعت و 7 ساعت در نزدش استادن، حتی گوشت حلال اسلامی دهند هم به صدیق ها نمیدادم اگر در دست خودم می بود. یعنی در جای شما می بودم مقصدم. سوال، در روسیه پسابیه می دهند برای کودکان. ما می توانیم چیزهای ضروری خانه رو خرید کنیم، مقصد در زندگی و روزگار. پسابیه رو برای عائله می دهند، چیزهای ضروری همون چیزهای ضروری برای کودک است. البته می توانید، البته برای کودک می دهند، اما برای آنکه کودک رو با آن کلان کنید، شما چیزهای ضروری خانه رو گرفتید، کودک هم از آن استفاده میبرد، یکم مشکل ندارد. اما پسابیه رو گرفته فقط به خودتان شخصا صرف کنید یا به کجای خواهید صرف کنید و کودک درکش نباشد، این درست نیست. اما چیزهای ضروری اولوی یکم بوکه ندارد. سوال دیگر، در روسیه هستیم، بسیار چیزها خوراکواری روغنی سیبینی ندارند، آیا گناهکاریم خورده باشیم؟ البته گناهکارید. سیبینی گناهی کبیره است، در قرآن آمده است انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل، انما ببخشید آیت را خطا خواندم.
و لحم الخنزیر گفته آمدگی است، ببخشید همینجا آیت خطا شد. لحم خنزیر یا اینکه گوشت خوک در قرآن کریم حرام شده است، در قرآن کریم حرام شده است. و لحم الخنزیر گفته در یک چند جای آمدگی هست و وقتی گوشت خوک میگوییم او روغن خوک هم به آن داخل می شود و البته که گناهی کبیره است خوردنش و نزدیکی کردنش، عموما به آن نزدیکی نکنید. و سوال دیگر، من 9 سال می شود در روسیه زندگی می کنم، تاجیکستان رفتن نمیتونم، هر وقت زنگ میزنم مادرم میپرسد کی می آیی، گریه میکند، من گناهکارم، شوهرم رفتن نمیمانند، اگر علاج رفتن ندارید مادر را جیغ زنید. یعنی شاید شوهرتون یگان دلیل داشته باشد چرا شما نمیروید، این رو باید کلا فهمیم. یعنی سببی جدی باشد، اگر که شما روید به شوهرتون ضرر زیاد میرسد، به خودتون ضرر زیاد میرسد، حق دارد شوهر در اینجا بگوید نمیروید چون خیلی ضرری کلان هست. نه اما ضرر کلان نیست و باز هم رفتن نمیماند، به این حق ندارد، چون که به جز شوهر شما مادر هم دارید و حق فرزندی رو هم انجام دهید. اما اگر خواستید راهش پیدا می شود، انشاءالله انسان اگر خواهد یک راه پیدا می شود، شاید مادر رو جیغ می زنید یا اینکه شوهر رو با راهی راضی می کنید. سوال دیگر، آیا کودک دخترک مادرزاد نادختر تولد می شود یا نه؟ در این باره من هیچ چیز نمیدانم، در این باره هیچ چیز نمیدانم، برای اینکه این رو طبیبان معین میکنن. یگان فقیه از روی فقه همه چیز شدنش ممکن است، یعنی انسان هر نمود تولد شدنش ممکن است، اما این رو طبیبان معین میکنن. درباره صله رحم با خویشاوندان گفتید، اما خویشانی هستند که هر بار گپ زنی آزار رسانند، در این حالت قطع کردن پیوست گناهکار می شوید. یعنی برای گپ نزدن مقصدشون گپ نزنید، نه سلام علیک کنید، سلام علیک کنید و گپی دور و دراز نکنید. یعنی شما میدونید که گپ دور و دراز شد پرابلم زیاد می شود، داره مشکلی می شود، فقط سلام علیک کنید. اما بیمار شد حتما دیدن می روید، توی کرد حتما باید مبارکباد گویید، محتاج است حتما باید کمکش کنید. اما میدونید که به شما نش میزنن، اجازه ندید. یعنی ما میتوانیم که بگوییم همین گپت من رو آزار میدهد، همین رو نگو. یعنی چرا همین بی پرده صحبت کردن رو ما مشکلی جدی اکثریتی ما در این است عزیزان. یعنی از یک نفر زیاد آزار میبینیم، همین رو گفته و شکایت کرده میگردیم. بهتر نیست به خودش بگویم همین کلمه رو نگو، مرا آزار میدهد، به خاطر همین کلمه من نمیتونم با تو زیاد گپ زنم. یا اینکه بیاید حدود بکشیم، یعنی رخت بکشید، بگید حق نداره همین رو بگویی، قهری نشوید، اما رو برو بگید تو حق نداره همین چیز رو بگویی. برای اون که به هر نفر اگر حق دادید خش تبار باشد، هم بعضی انسان ها هستن که خیلی دوست میدارن همیشه پایشان بالای سر دیگر رو باشد، اما قهری نشوید مادامی که خش شدید در یک حالت فقط به خاطر اینکه اصلاح شود. یک مدت قهری میشوید، شاید که اصلاح شود، شاید خفگی شما رو، احساسات شما رو درک کند و دیگر همون کارش رو نکند. یک مدت ممکن است برای اصلاح. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که با همسران خود یک مدت قهری شدن، مثلا با بعضی صحابه ها خیلی که به جنگ نرفتند و چند تا 4 ماه حتی با آنها صحبت نکردن، برای اصلاح شدن ممکن است، اما تماما گپ نزدن ممکن نیست. سوال دیگر، اپا جان من حامله ام، نصیب خدا راضی باشد با شوهرم به حج روانه ایم همین ماه، میگویند طفل در بطنت بوده حاجی می شود، راست است یا نه؟ حاجی شدن معنیش این است که حج از شما ساقط شد، یعنی شما حج کردید، همون آیتی که الله میگوید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، آنهایی که شرایط دارند باید حج کنند. کسی که حج کرد دیگر از سرش ساقط می شود. اما کودک به اتفاق تمام علما، کودکی به بلاغت نرسیده، کجا رسد؟ کودکی در شکم مادر بوده، به حج رود هم حج از سرش ساقط نمی شود، چون که او کودک است. بعد از به بلاغت رسیدن باید به حج رود، بعد از به بلاغت رسیدن باید باز به حج رود. سوال دیگر، میخواستم که آید مردهایی که زن دوم دارند با زن یکم عدالت ندارند، زن یکم پس میزنند همچون حیوان، با زن دوم کیف و صفا کرده میکردن گپ میزدید. من درباره خود خواهر میخوام گپ زنم، مردها رو یک طرف مانید. یعنی شما چرا اجازه میدید این گونه با شما مناسبت کنند؟ مادامی که همچون حیوان مناسبت میکنند، شما هم حد یا گفتیم حق حقوق خود را باید بشناسید. اجازه ندید که کسی با شما کی نباشد، هم حتی پدر و مادرتون باشد هم مثل حیوان صحبت نکند. خیلی مردها زیاد هستند، مردهایی که با این کارشون و گناه کبیره دچار میشوند. الله میگوید
و این خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم. در سوره نساء الله میگوید اگر ترسید که زن دو یا سه گرفتید و عدل کرده نتوانید در مناسبت و در دیگر خراجات زندگی یا گفتیم صرف و نفقه، در اینجا یک تا فقط بگیرید، فقط یک تا زن بگیرید. اما من به خواهرها میگویم که یعنی نگذارید کسی این گونه با شما مناسبت کند، و این چیز نگذارید. انسان یک نفر با شما طور مناسبت میکند که شما به او اجازه دادید. شما چه خیل اجازه داده باشید با شما همین گونه مناسبت میکنند. سوال دیگر، عائله به جین در آمدگی. من خودم خونده سیم، یعنی خونده استادم. من نمازخوان علمی چی نوشتگیان سخت ندارم. دامولاها 500 سوم 1000 سوم دادن نظرشون نگرفت چی کار کنم؟ یعنی حتما اینجا دنیا خالی نیست. برادرای پیدا می شوند که به یگان پول برای فرض عائله شما دعا می خوانند انشاءالله از پسش باشید. حتما برادرای هستند که بدون هیچ پول هم این کار خیر رو انجام می دهند. اما برای یک جن زده یا یک بیمار یک کسی باید قرآن خواند که درست قرآن رو خوانده تواند، یعنی اهل قرآن باشد. قرآن رو خطا خواندن درست نمی شود، معنایش دیگر می شود و تاثیر هم ندارد. سوال دیگر، زنی که در نبود شوهر زنا می کند و بعد پشیمان شده توبه می کند آیا خدا می بخشد و نکاح آنها بریده نمی شود؟ زنا نکاح رو بریده نمی کند، اما آیا خداوند می بخشد یا نه؟ وعده الله هست لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از رحمت الله ناامید نباشید، همه گناه ها را الله می بخشد اگر اظهار پشیمانی کند، توبه نصوح و حقیقی کند. البته خداوند وعدهش است که می بخشد. اما نکاح زنا، یعنی زنا نکاح رو می برد، زنا نکاح رو نمی برد، مگر اینکه انسان پناه به الله زنا رو حلال داند. این چیز حلال است گفت، در این وقت او از دین خارج می شود، به خاطر از دین خارج شدنش نکاحش بریده می شود. التماس گپ زنید، بچه من معیوب است، بسیار می زنم شب، بعضی روز نینویدیت می کنم، خیال می کنم یک قح است، یعنی به هیچی به درد نمی خورد. التماس یکان مصلحت دید. چی مصلحت می دیم به مادری که اینقدر بی‌رحم است؟ ببخشید، مادری که فرزند خود جگربند خود رو که اون هم بیمار است میزند. شاید خودتون هم بیمار باشید، وگرنه مادر نه یک انسانی عادی بیگانه هم فرزند یک کودک بیمار نمیزند. حتما از پای سلامتی شوید، خیلی خسته میشوید. بعضا انسان خیلی خسته میشود از بیمار بینی. در اینجا کار کنید، یگان خویش تبار کمک پرسید، کسی به شما در این مسئله کمک کنند، بعضا استراحت کنید. اما گناه کبیره است، ظلم است کودک بیمار را زدن، آن هم بیماریش که او خودش نخرید برای خودش، بیماری دیگر تقدیر است. سوال دیگر، شوهر من سفیده فروخت و ترمه شد، من می توانم جوابم را طلب کنم، یعنی طلاقم را طلب کنم؟ گفتید به خاطر اینکه او مواد مخدر فروخت، به خاطر این شاید که او الان پشیمان باشد، یعنی زود طلب طلاق نکنید، شاید پشیمان است. بعضا انسان خطا میکند و خیلی پشیمان میشود، اما فهمیدید که این انسان پشیمان شدنی نیست، در این وقت یک حرامکار است. با اون سفیده که میفروشد چند نفر رو جانش رو به خطر و به هلاکت میرساند. در اینجا طلب کنید باکی نیست، اما شاید که اصلاح شده و توبه کرده باشد. سوال دیگر، در یکی از ویدیوهایتان گفته بودید که دختن تربه های زن ممکن نیست، یعنی جمهور علما من میکنند. من حامله هستم و اگر حتما دوزاندن نیو پسر ماندنم این ضرور میگویند دخترها. چی رو در نظر دارن؟ راستی که من نفهمیدم. پسری ماندنم نفهمیدم، سوال درست نویسند. خواندن قرآن تاجیکی ثواب دارد، عربی را نمیتوانم یاد گیرید. عربی را، قرآن با زبان عربی آمده است، با تاجیکی خوانده چی میگید؟ غیر المغضوب رو غیر المغضوبی میگویید، احد رو احد میگویید، علیهم رو علیهم میگویید، معنا تماما دیگر میشود. کسی که تاجیکی یاد گرفت عربی هم یاد گرفته میتواند. برای این فقط کمتر حرکت و از تنبلی دور شدن در کار است. قرآن تاجیکی فایده ندارد، معنا تماما دیگر است. دیگر کلمه رو دیگر کلمه تلفظ میکنید، معنا دیگر میشود. سوال دیگر، ما در آسیا زندگی میکنیم، وقتی تولد کردن فرزند با کسری و دختر مردک
انستزیا یعنی نارکوز میکند چیکار کنیم؟ مادامی که یگان راهی نیست که دکتر زنک کنه دیگر ضرورت هست، دیگر راهی ندارد. مادامی که یگان راهی ندارد که دختر زنک باشد اینجا میگیم ضرورت دارد انشاءالله. سوال دیگر، دخترچم 7 ساله هست، نماز میخواند، بعضا پیش از نماز خفتن خوابش میبرد، بیدار نمیکنم، آیا گناهگار میشوم؟ انشاءالله گناهگار نمیشوید. 7 ساله نماز یاد گرفته ایستاده است، انشاءالله گناهگار نمیشوید، اما حرکت کنید، عادت کنید، چون که پیامبر صلی الله علیه و میگویند علموا اولادکم الصلاة و هم ابناء 7. در 7 سالگی نماز را یاد دهید، در 10 سالگی اگر نخواندن بزنید یا سخت استید. یاد گرفته ایستاده است، بعضا 7 سال خیلی کوچک است، گناهگار نمیشوید، اما حرکت کنید که عادت کند. من حامله دار، شوهرم نگاه و بین نمی کند، همه میگویند بگیر کودک را، اما دلم نمی شود، باز دکانی که داشتم چیکار کنم؟ من درباره سقط حمل و کشتن کودک صحبت دارم، در یوتیوب می توانید ببینید. هر دوی کودکتان هم رزقش به دست پروردگار است، آدم کشی نکنید. من نمیگم کودک کشی نکنید، آدم کشی نکنید. رزق کودک نه به دست شوهرتان است نه به دست شما است، وعده الله است، نحن نرزقکم و ایاهم. این الله است که هم شما را رزق میدهد، هم الله را، هم ببخشید هم کودکانتان را. در باب عقیقه میخواستم برای 2 پسر 1 گاو ذبح کردن. درست است، 1 گاو را اصلا از 7 کس قربانی میکنیم. 1 گاو را شما میتوانید از نام 3 پسر، حتی 3 پسر ذبح کنید. اگر گفتید از نام 2 پسر میکنم باز بهتر است، باز ثواب زیادتر میگیرید. شوهرم بر من خیانت میکند و باز به زن پیشینش که آنها 9 سال شده از هم جدایند و صاحب 1 پسرند رفت و آمد میکند، ولی وی زن شوهر کرده است، شوهر من باشد از من 2 دختر دارد، چی باید کرد؟ خواهرم شاید رفت و آمدش به خاطر پسرش باشد، نه به خاطر زنش. یعنی شوهر شما به جز 2 دختر شما 1 پسر دیگر دارد و آن هم پدر است که حتما باید آن را برود ببیند و جایش بیاید. در بعضی حالتهای ضروری از آن پسر از مادرش پرسد. این مسئله را باید وسیع بینید. اما درباره خیانت گفته رفته کودکش را دیدن را در نظر داشته باشد، این خیانت نیست، فرزند خود را دیدن است. اگر همین مرد سری گپ پایانی گپ بگوید جوابت میدهم، اینطوری نکن جوابت میتیم، همین حالت چی می شود؟ جواب نمی شود، اما این یک نمود ترساندن است. جوابت میدهم گفتن طلاق نمی شود، این یک نمود ترساندن است. شما کاری کنید که همین گپ را نگوید، یعنی شما یک کاری میکنید که شوهر همین رو میگوید، عصبی میشود. شما کاری کنید که به همین حالت نآید، به همین حالت شوهر نآید. اگر گفتید به همیشه همین حالت دارد، پس یک بیماری دارد. اما بسیار زنها مجبور میکنند که شوهر دیگر هیچ چاره ندارد، میگوید من از تو جدا میشوم و خلاص، چون دیگر راهی برایش نمیماند. سوال دیگر، اکای مرا جوره خودش قصدن برای پول خودش با ضرب 17 کرد به قتل رساند، به عوض خون میگویند و همین مسئله کمی روشن میانداختید. به عوض خون است در اسلام. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تعقلون بود یا تذکرون بود. آیت در سوره بقره برای شما در قصاص حیات است، یعنی زندگی هست، نفس به نفس و اذن به اذن و عین به عین، یعنی چشمت رو کور کرد چشمش رو کور میکنی، گوشت رو برید گوشش رو، دستت رو شکست دستش رو میشکنی، از تو کشت او رو کشته میشود. اما برای این باید از روی شریعت، از روی قانون شریعت باید شود. حاضره سوجه ها خیلی که میدونید این کار رو نمیکنند، خود از خود رفته اگر او را کشتید شما رو باز میگیرند و زندان میکنند. از روی شریعت اگر سود اسلامی بود در حقیقت قصاص وجود دارد، کشته میشود، شکسته میشود. اما در حاضر شرایط اگر این کار رو کنیم چی میشود؟ مثلا برادر شما رو کشتن، برادر شما میرود و او رو میکشد، بعد دولت میگیرد و 50 سال این رو زندانی میکند، برای اینکه دولت از روی شریعت حکم نمیکند. اینجا رو باید ببینیم که پیامد کارهای ما چی میشود. سوال دیگر، میخوام حافظ قرآن شوم و دختر هستم و من شما با طریقه آنلاینی یا دیگر صفحات اینترنتی درس دید، خدا از شما راضی باشد. پروردگار حافظ قرآن شدن رو برایتان نصیب کند. اما شخصا من در گروه ها درس های تجوید و دیگر تفسیر و عقیده و فقه داریم، اما درس حافظی از اینترنت شروع نکردم و گمان میکنم آسان هم نیست. در اینجا استاد رو برایتان باشد، چون که
خواه و ناخواه که شیطان وسوسه میکند، شما حفظ میکنم میگید یک به کتاب نگاه میکنید، استاد از دور است نمیدوند که شما چه خیلی حفظ کردید. به فکر من بهترینش در حفظ قرآن رو برای استاد نشسته حفظ کنید، نه از طریق اینترنت، و برای این حرکت کنید که شرایط پیدا کنید. من خودم کار میکنم، میشود که برای حج رفتنم از شوهرم پناهی پولی کار میکردگیم رو کمترش رو پناهی جمع کنم. مادامی که پول خودتان شخصا کار کنید باکی ندارد، پولی شخصی خودتان هست انشاءالله باکی ندارد. من مادر 3 فرزند، شوهر من میداند که نماز نخواندن گناه است ولی نماز نمیخواند. من او را برای نماز خواندن مجبور میکنم. آیا من گناهکار میشوم؟ مجبور کردن شما یگان ثمره داد یا نداد؟ یعنی کودک نیست، شوهر آدمی کلان است، آدمی بزرگ است، کودک رو مجبور میکنید، اما آدمی کلان رو چه خیلی مجبور میکنید؟ برای همین راهش رو من نمیگم شما گناهکار میشوید، چون که شما میخواهید شوهرتون از آتش جهنم خلاص شود، اما راه رو دیگر کنید. با مجبور کردن هرگز گمان نمیکنم یک مردک کلان، آدمی کلان مثل کودک رو مجبور کنید او نماز خواند. چاره دیگر و راه دیگر رو ببینید که از کدام راه میشود او را دعوت کرد. در شب توی چیزی گفتم به همین سوال جواب نمیدهم من. یعنی بعضی سوال ها ببخشید دور از عقل و منطق و از اخلاق هم دور است، به این گونه سوال ها در عموم من جواب نمیدهم. نه همه سوال باید جواب داشته باشد، بعضی سوال ها که هست که پاسخش نیست. من 2 سال باز زن دومی باشم، از عائله پیشینه ام، 2 فرزند دارم. من 28 ساله هستم و میخواهم حامله دار شوم، اما شوهرم نمیخواد. در اسلام همین درست است؟ شوهر حق دارد بگوید یک مدت فرزنددار نمیشویم، چون که فرزند مسئولیتش به گردن اساسا شوهر است، به گردن یعنی پدر و مادر است. شوهر اگر یک مدت باشد جایز است، اما عموما من از تو فرزند نمیخواهم گوید. در این وقت شاید او نمیخواد با شما عموما جدی زندگی کند، یعنی زندگی یک مسخره بازانه دارد که در این وقت به امید این مرد نشوید. مردی که میخواهد میگوید من عموما از این زن نمیخوام فرزند دار شوم، پس او یک معشوقه میخواهد، معشوقه که فقط به خودش هست، نه به خاطر زندگی و آینده. 10 نفر درباره تحصیل علوم اسلامی پرسیدند و هم میخواهند حافظ قرآن شوند. به این سوال دهندگان توصیه خود را میگفتید. درباره حافظ قرآن شدن الله نصیب کرده باشد، شاید روز دوشنبه باشد عزیزان، پس فردا. آسانترین راهی حفظ قرآن برای کلان سالان، من یک موضوع دارم برایش آمادگی گرفتم، یعنی آسانترین راهی حفظ قرآن برای کلان سالان. الله نصیب کرده باشد یک روز 2 روز خدمت شما عزیزان در کانال آورده می شود، می بینید. اما درباره تحصیل علوم اسلامی، تحصیل علوم اسلامی عزیزان اگر از استاد حقیقی گرفتید در 2 سال 3 سال 4 سال به یک مرحله می رسید. اما از استادهای ساختکار گرفتید، علل خصوص نفرانی که خودشان هم بیخبرند که بیسوادند، چی نپرسید میگویند من عالمم، من میدانم، در این وقت حیف عمرتان می شود. برای همین مهمترین چیز انتخاب استاد است و مهمترین چیز نقشه درسی هست. شما چی میخوانید، از چه شروع میکنید باید بدانید و میدانیم که علوم اسلامی 2 سرچشمه اساسی دارد، قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. هدف شما رسیدن به معنای قرآن و حدیث باشد که با زبان عربی شروع می شود. برای همین هر یک طالب علم اسلامی باید از زبان عربی شروع کنند. برابر این حفظ قرآن و درباره حفظ قرآن چه خیلی گفتم، موضوع کمی وسیع‌تر است. الله نصیب کرده باشد یک روز 2 روز برایتان نوار آماده میکنم. آخران 3 سوال را پاسخ میدم عزیزان و دیگرش گمان میکنم وقت نمیرسد. سوال دیگر، مادر من 3 کسل دارد، کسلی قند و دل و دولینی. مادر عائله‌مون 3 دختر هسته، من از فرزندانم حسابیه میگیرم، برای مادرم یاردم میکنم، لیکن شوهرم رو نمیگویم. آیا گناهکار میشوم یا نه؟ حتما به شوهرتان گویید. مادامی که شما 3 دختر هستید، اگر شوهرتان انسانی درست باشد، اهل فضل و اهل عقل باشد، میفهمد که مادر رو در این حالت ماندن ممکن نیست. برای اینکه پس بیای کودک
مال کودک است و اما پدر به آن صاحبی میکند. ولی کودک در مالش این پدر می شود. این مسئله اتفاقی است. حتما از شوهرتون اجازه پرسید و اگر گفتید هیچ اجازه نمیدهد، در این وقت راه دیگری برای پول پیدا کردن کوبید، یا با شوهر جدی صحبت کنید یا با مادر شوهر اگر انسانی خوب باشد که شوهر به این رضایت دهد و یقین هم بداند که این برکت می شود برای فرزندانتون، برای زندگیتون. نباید مادر را در این حالت بمانید. سوال دیگر، شوهر دوگانه هم هر وقت که با شوهرش جنگی می شود، شوهرش هر دوی میگوید که چهار طرفت قبله، کجا خواهی رو، بچه هاتم گرفته رو. میگوید این معنای طلاق را دارد؟ نه، این طلاق نیست. برآمده رو گفته ایستاده است. اگر مقصدش طلاق باشد او میگفت طلاقت را دادم، که همه میدونن. انشالله این طلاق نیست، فقط در وقت جنگ و جنجال گفتنش هست. آخرین سوال، اگر زن از دنیا گذشت، نکاحش با شوهرش بریده می شود، شوهرش حق دارد که او را در لحد گذارد؟ بعد از زن و شوهر یعنی یک شوهر مرد، از دنیا رفت، یا زن، در ما حدیث صحیح هست. حضرت عایشه میگویند اگر حاضره فکرم می بود من خودم پیامبر رو می شستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه میگن یکی پیش از من رفتی، یعنی تو اگر پیش از من رفتی من خودم تو رو شسته کفن میکنم. حضرت علی حضرت فاطمه رو میشویند و در کفن کردن اسماء بنت امیس کمک میکند. حضرت ابوبکر و همسرشون اسماء میشویند. از این میبراید که صحابه ها از من و شما عقلشون و تقویشون بالاتر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن من خودم همسرم رو میشستم. جایز است که شوهر زنش رو بشوید یا کفن کند یا بلحد ماند. و این بود عزیزان امروزه سوال و جواب همراه شما. خیلی امیدوار هستم که بسیار مسئله ها برایتان روشن شد. اگر خطاگی در این صحبت بود از نفس من و از طرف شیطان بود، هر چی که راست و درست بود از توفیق پروردگار و از طرف پروردگار رحمان بود. تا هفته دیگر در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.